در حالی که طرفدارانش از آبادکاری رستم امامعلی در دوشنبه حرف میزنند، پسری رئیس جمهور یگانه آبادکاری که به نفع مردم کرده است، پولکی کرده است. ورود به چند باغ استراحتی پایتخت پولکی شده این روند ادامه دارد. در حال حاضر ورود به باغ‌های به نام صدرالدین عینی، فردوسی، عمر خیام و باغ بوتانیکی پایتخت پولکی بوده، ساکنان برای وارد شدن به آنها باید 2 سومانی پرداخت کنند. مبلغ 30 تانی برای ورود به باغ استراحتی از اقدام‌های کم نظیر در دنیا است. اصلاً باغ‌های استراحتی از حساب بودجه بنیاد می‌گردند و بنیاد نگهداری آن از مسئولیت‌های حکومت نزد شهروندان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اقدام‌های آبادکارانه شهرداری دوشنبه برای به دست آوردن فایده گرفته شدند. شیرعلی رحمانوف مدیر شعبه آبادانی شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفته است: باغ‌ها نیز باید منفعت بیارند. وقتی فایده آوردند از حساب خود نگهداری می‌شوند و این به بودجه یاری می‌شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اقدام شهرداری به غضب آمده نوشتند: ورود به دوشنبه را هم پولکی کنید.